درود و سپاس فراوان همراهان عزیز. منصور فلا هستم از چنل یوتیوب تلاهور. امروز میخوایم نحوه تنظیم و قالب سازی این قالب انگشتر رو بخوایم براتون آموزش بدیم. دوستان عزیز، اولین کاری که میکنیم بعد اینکه این نگین خونش تنظیم شده در آوردیم، باید تنظیم بکنیم که چجوری و ضخامت لبه کار و بقیه کارا رو بخوایم بریم برای سوهانکاری. برای این کار ابتدا لبه کارمون رو علامت میزنیم. باید بدونیم که چقدر میخوایم ضخامت نگه داریم. همینجوری علامتش میزنیم، رنگ میکنیم برای اینکه بدونیم تنظیمش و تنظیماتمون دقیق باشه. برای این کاری که و این نگینی که دارم و این مدل انگشتری که میخوایم، لبه این تقریبا حدود نیم میل کافیه. اگه نیم میل برای این لبه کار بزنم، برای این کار من از کولیس استفاده میکنم. کولیس میارم اندازه نیم میل تنظیم میکنم به این ترتیب. نیم میل تنظیم میکنیم، بعد یه لبهش میذاریم داخل، لبه دوم رو خط میندازیم روی. یکم فشار بیارید، لبه کولیس قشنگ علامت براتون میشه به این ترتیب. این شد لبه کار ما. حالا بقیه لبه بیرونیش باید برداشت. برای این کار از کارباید استفاده کنیم. با این شیل 50 درجه لبه تمام خط کامل لبه رو تا تقریبا 3 میل پایین‌تر برمی‌داریم. سعی کنید از لبه پایین نیست، از لبه بالا استفاده کنید. فلز از دستتون میپره به انگشتیناتون میخوره و ممکنه به دستتون آسیب برسونه. اینجوری استحکام و کار بیشتره. از لبه پایین استفاده کنید. برای این کار میتونید از سوهان هم استفاده کنید. با این فلز تسلط کاملی کار دارید. ممکنه سوهان هر جا اون رو بیشتری برداره و اون رو کمتری برداره. اون موقع یکم باید تنظیمش دقیق نباشه. ولی با این کار میتونید کامل یه دست از این کار بردارید. خب دوستان، این کاری که انجام شد و دور نگین خونه رو به این ترتیب تنظیم کردیم. انشالله که مفید فایده باشه براتون. خواهش میکنم کانال ما رو ساب کنید، با لایک و کامنت و نقطه نظراتتون حتما ما رو راهنمایی بکنید. انشالله حمایت هم بکنید. بریم آماده شد حالا برای قواره کردن. بریم برای مرحله بعدی. انشالله تو ویدیو بعدی براتون نحوه قواره کردن این قالب انگشتر رو نشون میدم. موفق باشید.